به سری آموزش‌های A تا Z املاک خوش اومدید. من کوروش هستم، مشاور املاک در GTA در تورنتوی بزرگ و هدفم از ساخت این برنامه حتی الامکان آگاهی رسوندن به دوستان و کسایی که قصد دارن به هر نحوی در بازار املاک فعالیت داشته باشن، خریدارن، فروشندن، سرمایه گذارن، حتی الامکان اطلاع رسانی بهشون کرده باشن و آموزش هایی در راستای ارتقاء این سرمایه گذاری خیلی مهم بهشون کرده باشن. این برنامه ها رو سعی میکنم که به صورت مدون و هفته یک بار بتونم براتون آماده کنم و اگر علاقه‌مند به این مطالب بودید میتونید منو فالو کنین و اگر دوست داشتید که بهتون به موقع اطلاع رسانی بشه میتونید این پیج رو سابسکرایب داشته باشید و اونو فالو کنید تا این اطلاعات رو از دست ندید. این برنامه‌ای که امروز میخوام باهاش شروع کنم بحث قیمت گذاری یا همون ارزش گذاری ملک هست و معمولا یه نکته خیلی مهمیه که گاهن خیلی بهش توجه نمیشه به خاطر اتفاقات و شرایط مختلفی که گاهن حاکم بر بازار میشه یا دو موقعیت‌های خاص تصمیم‌های متفاوتی براش گرفته میشه. پس با هم بریم و این مطلب رو یک کنکاشی بهش بکنیم و به یه نتیجه برسیم. اولین نکته در این زمینه ارزشیابی ملک یا همون به زبان انگلیسی اپرایز کردن ملک هست و اصلا میخوایم بدونیم که این چی هست. ارزش گذاری ملک در واقع یه برآوردی از قیمت حال حاضر ملک در اون مارکت هست و که این میتونه هم از طریق کارشناس رسمی باشه هم از طریق کارشناس غیر رسمی و گاهن خود افراد هم میتونن این کار رو انجام بدن. ولی نکته مهمی که توش هست اینه که برای ما اهمیتش اپرایز کردن ملک توسط کارشناس بانک هست یا در واقع اون افرادی که میخوان وام پرداخت کنن و اون اپرایز برای ما خیلی اهمیت داره توی بازار ملک و معمولا این در واقع اپرایز کردن و کارشناسی کردن قیمت در واقع فاکتورهای متعددی توش تاثیر میذاره، من جمله این که قیمت فروش های مشابه رو بررسی میکنن و اینکه خونه در چه شرایطی هست و آیا تو خونه آپگرید های انجام شده، در واقع ارتقای انجام شده و یا اینکه لوکیشن ملک کجا هست، در واقع همون موقعیت مکانی ملک کجا هست رو معمولا لحاظ میکنن و اهمیت این کار برای چی هست اینو که چندین بارم بهش متذکر شدم اینه که وقتی که ملک ارزیابی میشه اگر از اون قیمتی که توافق شده کمتر ارزش گذاری بشه، اپرایز بشه، متاسفانه اون بانک یا اون لندر یا اون شخص وام دهنده، اون شرکت وام دهنده نمیتونه اون عدد رو کامل پرداخت کنه و دو تا اتفاق میفته، یا معامله به هم میخوره یا اینکه شخص باید مبلغ بیشتری رو به عنوان داون پرداخت کنه یا در واقع پیش پرداختش بیشتر میشه و برای همین این از اهمیت خیلی ویژه برخورداره. و نکته دیگه اینه که گاهن میشه که تو بازار وقتی که قیمت ها رقابتی میشه و در واقع سلر مارکت هست و آفرها در واقع مولتی آفر میشه و
در واقع بیدینگ وار اتفاق میفته که این رو حتما در برنامه بعد میخوام راجبش صحبت کنم. این باعث میشه که قیمت خونه بالاتر بره، ولی در واقع ارزش واقعی ملک اون عدد نیست و اینجاست که تفاوت بین قیمت ملک و قیمت کارشناسی تفاوت پیدا میکنه و این تفاوت معنیدار میشه و اون مؤسسه وام دهنده اینجا دیگه اون ما و تفاوت رو تحت پوشش قرار نمیده، یعنی وام اون عدد بهش تعلق نمیگیره. پس این نکته خیلی مهمیه که باید بهش حتما توجه کرد. خب ما حالا چه کار میتونیم بکنیم در این خصوص؟ در مورد فروشنده ها موقعی که کارشناس یا اپرایزر میاد، ما میتونیم که توصیه کنیم که خونه رو تمیز کنن، در شرایط بهتری نگهش دارن و حالا اگر بتونن حالا تا حد المقدور خونه رو یه مقدار بهتر بهش جلوه بدن. خب این خیلی تاثیر داره. ولی در مورد خریدارا اینه که خریدارا بدونن که لزوما قیمت بازار با قیمت ارزیابی ملک یکی نیست و این دقیقاً همون نکته‌ای هست که جلوتر بهش اشاره کردم موقعی که بازار سلر مارکت هست و مردم هجوم میارن برای خرید ملک و روی ملک آفر متعددی میاد و قیمت ملک رو از ارزش واقعیش بالاتر میبره و اینجاست که ما به همه کسایی که به نوعی درگیر مشاور املاک ریل استیت هستن، چه فروشنده ها، چه خریدارها، چه سرمایه گذارها، به این توجه داشته باشن که اینجا وجود یه مشاور املاک حرفه‌ای که بتونه خودش قیمت گذاری بکنه، منطقه رو بشناسه و قیمت واقعی ملک رو برای شما کارشناسی بکنه، خیلی کمک میکنه و شما رو راهنمایی میکنه در واقع به یه معامله مطمئن‌تر و در واقع اینکه شما پول زیادتری یا اینکه با توجه به اون پتانسیلی که ملک داره تصمیمتون رو بتونید بگیرید که آیا این معامله رو انجام بدید یا این اتفاق صورت نگیره. در واقع مجموعاً میخوام بگم که اپرایز کردن ملک یا ارزیابی ملک در واقع یه مرحله است ولی خیلی اهمیت داره و این اتفاق فقط میتونه از طریق کارشناس های خبره اون کار، حالا چه رسمی چه غیر رسمی و حتی در واقع مشاور املاک های حرفه‌ای که این در واقع دانش رو دارن و میشه از اونها کمک گرفت. و اینجا میخوام بگم که اگه دوست دارین بدونید که ارزش ملکتون توی مارکت چقدر هست، میتونید تو کامنت ها برام بفرستید آدرستون رو یا اینکه به هر حال با من در تماس باشید از طریق آدرس پیج یا از طریق ایمیل یا از طریق خود سایت که موجود هست. میتونید اونجا درخواستتون رو بدید و من براتون ملکتون رو بالواقع فری ارزش گذاری میکنم براتون که بدونید که اوضاع ملکتون در چه شرایطی هست. در آخر باز یادآوری میکنم که اگر این اطلاعات براتون جذابه یا اینکه در فکر هستید که وارد مارکت ریل استیت بشید تو هر زمینه خرید، فروش، سرمایه گذاری، چه رزیدنشال چه کامرشال، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این برنامه ها رو به صورت مرتب پیگیری کنید تا اطلاعاتتون در واقع آپدیت باشه، بتونید یه دیل موفقی رو داشته باشید. از همراهی همتون خیلی ممنونم. تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.